سنا حیدری ختم کرده مکتب سامانیان برای مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است که سرنوشت نامعین مکتب او را نگران کرده است. او 20 سال پیش به تاجیکستان پناهنده شده است و میگوید محض همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان است. قسمی که در افغانستان طبقه اوناس یعنی بی سواد ماندن اینجا هم قسم میشه. از مختلف بسیار جای نگران کننده است. یعنی او دولت هم اتشاوه، این دولت هم اتشاوه. فرق بین افغانستان و تاجیکستان در چیز نمیمونه. از مختلف ما امیدوار هستیم. ما امید داریم از جمهوری تاجیکستان، از وزارت معارف تاجیکستان که بر ما همیشه کمک یاری کنند. مکتب سامانیان در سال 2001 با شرطنامه رسمی میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان همچون تعلیمگاه فرزندان کارمندان سفارت تأسیس یافته بود. تا زمان سقوط جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان در آن فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل می‌کردند. حالا پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیون و اکریدیتاسیون نهادهای مربوطه تاجیکستان دچار مشکل شده است. یکی از مشکلاتش در سمت سندهای معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه که حالا مکتب در قرارگاه این سفارت است، در یک صحبت بدون میکروفون مشکلی مکتب سامانیان را حل شونده خواند. اما دیرکتور آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان گفت آنها برای حل مشکلی مکتب به سفیر پیشنهاد دادند. ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآورده شود. با این چیز هنوز قبول نکردیم. برنامه تعلیمی، نقشه‌های تعلیمی را پر موافقه کنم باید. در اون حالت این مشکلی از بین میره. صرف نظر از تقدیر ناروشن آینده، استادان این مکتب با این امید که قضیه مثبت حل می شود مشغول پذیرفتن دانش آموزان نو هستند. بعد سقوط افغانستان به دست طالبان این مکتب با مشکلات مالی روبرو شده بود. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف جمهوری افغانستان می پرداخت. تا نوروز امسال سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه پول 2 ساله اجاره آن را پرداخت، اما بعداً به دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. تا سال گذشته مکتب سامانیان 260 دانش آموز داشت. امسال با زیاد شدن تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی شماره آنها از 400 نفر گذشته است.